صلاح الدین ایوبی را میدونه، این قهرمان اسلام است، باید هر یکی ما و شما بدونیم. یکی از دشمنای شدیدترین دجال صلاح الدین ایوبی بود. یک شکست دجال وابسته به صلاح الدین است. وقتی دجال ملعون نصرانی ها را خیزاند همشه با جنگ ها و مبارزه های صلیبی از برای آزاد کردن بیت المقدس، از برای آزاد کردن وطن پیغمبرشان گویا حضرت عیسی، و اونا اومدن شهر بیت المقدس ضبط کردن، قسمت زیادی شام در تصرف خود را آوردن. خدای تعالی از میان امتان محمد صلی الله علیه و سلم همین جوانمرد کردی صلاح الدین ایوبی را خواهیم ساخت که فتنه دجال شکست، صلیبدارا را در جاهاش شناند، پر لشکرشون تارمار کرد که تا چندین عصر آرزوی بیت المقدس دیگه در دل نمی پروریدن. بعدا دجال اخیر توانست که توسط دولت‌های اروپایی باز بیاید ایسر اینا و این ملک‌های مقدس ضبط کند، اما چندین عصر قفا زد. نقشه دجال چندین عصر قفا پرتفته شد. و امام مهدی نیست خدای تعالی او را قایم می‌سازد در میان امت محمد صلی الله علیه و سلم در همون حالت وزنین و اداره میکند قشون را و بر ضد کفار، بر ضد غیر مسلمانان می جنگند و این جنگ مدت 6 سال ادامه می یابد. آخر الامر امام مهدی شهر قسطنطینیه، شهر استانبول اسلامبول بود. ایرا مسانهای خادم یهودی استانبولش کردن، وگرنه این شهری اسلام است، نامش اسلامبول. یک زمان قسطنطینیه نام داشت، کنستانتینوپل پایتخت روم شرقی. وقتی که همون جنگ جهانی میشود این قسطنطینیه را میزنن، دشمنان میگیرن، ایرا مرکز تعیین کرده بودن. امام مهدی توانست که ایسر اینو قسطنطینیه را فتح کنه، نامش باز اسلامبول میگذاره. انا همین وقت دجال ملعون خروج میکنه. خروج دجال از همیشه شروع میشود، آشکار مقصد خروج میکنه، دیگر روی راست میخیزه. امام طبرانی در یک روایت آورده است که در ابتدا دجال عراق میآید. در عراق چند مدت همچی یک شیخ خچه برای مردم معرفی میکرد، بعدا دعوای پیغمبری کرد، نعوذ بالله. وقتی که بعضی احمقا و خرها در دامش افتیدن، احمق خر در جامعه زیاد است. شما امروز مغرور نشوید که الحمدلله ما قرآن داریم، ما پیغمبر داریم، ما را کسی گمراه نمیکنه. سبحان الله. خدای تعالی یک زمان اگر عنایت از آدم عاقل برکند، عقل زیرک احمقی ها میکند. و این مغرور نشوید. یک برادر هفته گذشته قصه کرد، گفت در فرهنگستان علوم در اکادمیا روزای سه‌شنبه چه مجلسی میشد است، صحبت خاصه رفت، میگه هر یک کافر شیشته است. چنان سخنای میگن نعوذ بالله، نه خدا میمونه نه پیغمبر میمونه. و ما را دعوت داره که داملا همجا نمیره شرکت کنی. گفتیم شرکت با کی؟ با کفار. اگر این سخنا را گفتم من داشت نمیتم، قطعشو ادعا و جنجال میشیم، بعد به شما وری بیناموسا چکار کنیم؟ بخیزم فیلسوفا همجا تای شته بکشن ما را توقع بیوان، شما ای کفا تماشا کنه، بعد چی میشه و احوال؟ در جامعه بسیار هستند دشمنای اسلام، خادمای دجال به نهایت زیاد هستند. اگر پرسش به ظاهر میگه الحمدلله مسلمان هستم، اما وقتی که خوب دقیق میسنجی چنان بغض و کینه نسبت اسلام داره که الهی توبه. خدا نگه دارد. الحمدلله که در این سرزمین رئیس جمهور مسلمان ای، الحمدلله که سروران مسلمان هستند و مسلمانای محیب هستند، مسلمانای واقعی هستند. و الهی کافرها یه روز اگر خروج کنن تلخمون میکفه. اگر ببینیم که چند فایده تشکیل میکنن، اینا زیاد هستند، عقیده های خودشون در میان مردم رایج میسازن و متاسفانه با ملای شرمنده یا را جنازه میکنن، با در معرکه هاشو شرکت میکنن. یعنی که همون
تأثیر دجال امروز خیلی زیاد رسیده است به جامعه. خب پشت قصه خود می رویم بکن. یک عده مردم نعوذ بالله به پیغمبری دجال ایمان میارن، بعد از او دجال ملعون دعوای خدایی میکنه نعوذ بالله. این شخص دعوای خدایی نیز کرده است. الحال میخواهم یک حدیثی را از صحیح مسلم، یکی از صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان، به سمع شما برسانم به همون سخنهایی که پیامبر گفته است. زیرا در این مسئله ما متاسفانه سخنهای عوامانه زیاد داریم. خیلی که بابای حاجی هفته گذشته اعلان کرد، گفت خرید دجال میگن در خر سوار بشه میویا. همین خیلی سخنها در بین ما زیاد است. حدیث به او خاطر به زبان عربی براتون میگم، با ترجمه البته، تا اینکه شما معلوماتی کامل و معلوماتی پره و صحیح داشته باشید. اگر پرسیدن که این از کجا میگوید، از کجا میدونید، گوید که این در صحیح امام مسلم آمده بوده است. حدیث نواس ابن سمعان صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند. میگوید ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم الدجال ذات غدات. روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر دجال کرد، قصه دجال کرد. فخفض فیه صوته و رفع. اوش بعضا پس میکرد حضرت، بعضا بلند میکرد. حضرت جامعه علوم ظاهر و باطن بود. قصه را همی طی میکرد که میگفتی که در بین همون جنگ خودم شرکت دارم. گو اوش پس میکرد، میگه گو بلند میکرد. حتی ظنناه فی طائفة نخل، میگه ما تلخ کف شدیم، ما گفتیم دجال ملعون اومده است در بین همون درختای نخل پنهان شدگی. بعضا میگه نگاه میکنیم طرف همون نخلستان خرما، گویا که کلدیکک میکرده باشه دجال. و پرسید چی درد داره؟ گفته یا رسول الله آخی خیلی تو قصه کردیم، ما گفته والا که دجال پیش من اومده است، در پشت همین نخلستان پنهان است. حضرت گفت غیر الدجال اخوفونی علیکم. من گفت برای شما از غیر دجال میترسم، ای دجال نه. این یخرج و انا فیکم فانا حجیج دونکم. زیرا اگر در وقت حیات من این دجال ملعون برویا، شما آرامه، همه مسئولیت در گردن من از جواب سوال اون ملعون من میتون. و این یخرج و لست فیکم فامرؤ حجیج نفسی. اما وقت برویا که من در بین شما نباشم، من به سوی رفیق اعلا رفته باشم، در اون صورت هر یک آدم مسئول خودش است. هر یک آدم مسئول خودش است. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چرا گفت غیر دجال اخوفونی علیکم؟ من از غیر دجال به شما از دجال دیده زیادتر میترسم. در بعضی روایات اومده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان اخوف ما اخاف علیکم الائمه المضلین. به درستی خوفناکترین چیزی که من به شما خوف میبرم امام های گمراه کننده هستند. از امام های گمراه کننده من به شما زیادتر خوف میبرم. شاید کسی سوال کند که آخی در ابتدا داملا گفته که فتنه دجال از همه فتنه سختترین است، پس چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که من از غیر دجال به شما زیادتر میترسم از امام های گمراه کننده؟ جوابش این است که این امام های گمراه کننده لشکر دجالند و اینا از داخل به بدن اسلام ضربه میزنند و از داخل مسلمان ها را گمراه میکنند. امروز تصور کنه، امروز در عالم اسلام حتی در بین شیخ های ازهر، بزرگترین جامعه اسلامی، شخص های پیدا شدیان که بجای آن که حیات دنیوی را، قوانین دنیوی را با شریعت موافق کنن، شریعت کوشش میکنن که به همه حیات امروزه دجالی موافقت سازن. یک شیخ نوشته است که با در اینترنت یا را پخش میکنن بچه ها، خطرش هم در همی است، زیرا از اینترنت مردم زیاد استفاده میبرن.
در مسئله قطعیت بریده شدن دست دزد، که بریده شدن دست دزد ظالمی است، نعوذ بالله. دست دزد در وقت میبری این گویا ظلم است، ظالمی است. و وقتی میپرسنش که آخه در قرآن اومده است خدای تعالی گفته است و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، دزد خواه مرد باشه خواه زن باشد دستش قطع کنه، تو چه خیلی را ظالمی میگوی؟ گفته است اینجا غرض بریده کلته کردن نیست، غرض یا پای کردن است، همین یا پای اندکک موندن است. بعد با دلیل میاره که از قرآن، در قرآن خدای تعالی قصه یوسف علیه السلام وقتی میکند در اونجا قصه بریده شدن دست زنهای مصری آمده است. اونو میگه دستاشون قطع نکردن کو، پره نبریدن، کلته نکردن کو. در اونجا لفظ قطع اومده است به معنای پای کردن، یعنی بریدن پوست و یک حصه گوشت اومده است، نه بریده شدن مفصل. سبحان الله. ببینید و این به سعادت فراموش کرده است که مبین مفسر قرآن محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم، و چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان ساخته است، توضیح داده است، هیچ کس دیگر حقوق عوض کردن او را ندارد. این پیامبر صلی الله علیه و سلم میدانست که انمی ائمه گمراه کننده پیدا میشود در میان امت. از همون خاطر حکم السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما را در حیات تطبیق کرد. در صحیح بخاری آمده است یک زن از بنی مخزوم دزدی کرد، بسیار زنی از اولاد شریف ها بود، از شریف زاده ها، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم التجا کردند. حتی اسامه پسر زید که حضرت دوستش می داشت، حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بود، نزدش آوردن برای التماس. حضرت غضبش کرد، گفت قوم‌هایی که پیش از شما بودند و هلاک شدند به آن سبب هلاک شدند که اگر یگان اشراف زاده جنایت میکرد او را به او جنایت عقیده میکردند، اما اگر یگان بیچاره فقیر میکرد در رو بالاش حد جاری میکردند. قسم به خدا گفت اگر فاطمه زهرا نوریده چشم من دزدی میکرد امر میکردم دستش قطع کنن، چه برسه به این زنی مخزومیه. و دستش بریدن، دستش قطع کردن در زمان پیغمبر. پس حکم کسی که همه چیزا را میداند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیه را چی نو شرح داده است و اصلا این مفسر است، این آیه کسی حقوقی تعویل کردن ای را نداره. آیات مفسر و آیات محکم تعویل پذیر نیستند. میکنه چی است؟ این از دجال والله بدتر است، زیرا لشکری دجال است. یا متاسفانه امروز کسای پیدا شدن نعوذ بالله میگن سطر عادت عرب بود. سبحان الله، سطری را که خدا امر کرده است، به پیغمبرش امر فرموده است، به زنای مسلمان امر کرده است، امروز عادت عرب قلم میتن. از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من از غیر دجال به شما از دجال بیشتر خوف دارم، و این غیر دجالی که من از اونا خوف دارم امام های گمراه کننده هستند، امام هایی که از گفتن گپ حق میترسند، امام هایی که مردم جای آن که چشماشون روشن کنن برعکس کور میکنن، امام هایی که از حقیقت مردم منحرف میکنن. و بسیاری همین گروه و بسیاری همین فرقه های نوی که پیدا میشوند شیطنت میکنن همه لشکری دجالند، ایو ائمه مضلین در داخل هستند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر دجال خروج کند، اگر دجال خروج کند و من در بین شما باشم، پس حجیج او من هستم، من با او گفتگوزار میکنم، من شر او را از شر شما دفع میکنم. اما اگر به شرطی که بعد از وفات من این دجال ملعون برآید، پس هر کس حجیج خود است، هر کس مسئول خود است، مسئول اهل بیت خود است.
بعدا حضرت برای ما یک بشارت بزرگ داد، گفت والله خلیفتی علی کل مسلم. شما گفت ناامید نشوید، محزون نشوید، خداوند خلیفه من است بر هر مسلمانه. هر کسی همین مسلمان حقیقی باشه خداوند خودش دفاعش میکنه. من امتم به خدای تعالی پدس کرده و بعد میرم. بعد از او برای ما آشکار کرد این دجال که این چی کس است. گفت انه شاب قطت عینه طافئه. بدرسته که این دجال ملعون یک جوان است، جوان جنگیلمو، موی سرش بسیار جنگیله بود است، یک چشمش طافئه است، یک چشمش ناقص است، آسیب داره. در بعض روایات چشم راست اومده است اما درسترش چشم چپ آسیب داشته است. کأنی اشابهه بعبدالعزی ابن قطن. من گفت همون را به عبدالعزی ابن قطن مانند میکنم. عبدالعزی ابن قطن از صحابی ها میدونستن. ببینه خوف دجال تا حدی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحاب بزرگوارش تاکید کرده است که اگر ما بعد وفات من برآمد شکلش را عبدالعزی ابن قطن است. عبدالعزی ابن قطن که بود؟ امام نووی روایت کرده است که یک یهودی بود، اما بسیاری از محققین میگن نه، یهودی نامش عبدالعزی نمیشود. از همون نامش معلوم است که از مشرکای عرب است. یک نفر از مشرکای عرب دست با نام عبدالعزی. گفت انموش دجال شکل صورتش به همین عبدالعزی ابن قطن بسیار شباهت داره. فمن ادرکه منکم فلیقرأ علیه فواتح سوره الکهف. اگر هر کدوم از شما او را دریافت وقتی که مکر دسیسه میکند، سحر چشم بندی میکند، آخر سوره کهف بخونید، همه سحر پیش چشم تو دور میشود، حقیقت برای تو آشکار میشود. یا تو باشه هفته گذشته پیش از او که شروع کنه موعظه را، من همون 3 آیه اولی سوره کهف که در روایت امام ترمذی آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است برای شر شور دجال دور کردن وقتی دجال ملاقات میشود 3 آیه اولی سوره فتح خوانید. من خوانده بودم. استعیذ بالله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. همین 3 آیه آخری سوره کهف از یاد کنید بچه ها. این همی قدره، هیچ اشکال نداره. و همین بهانه کم کم قرآن از یاد نکنیم کم بکنیم. کمپیروی مامامو 3 سوره یاد مدادیان گفته دیگه هیچ کوشش نمیکنیم دیگه سوره دیگه در پهلوش زم کنیم. مادام که اومدن دجال حق است میآید، غیر پروردگار کسی نمیدونه که کی میآید، پس هر یک مسلمان باید مسلح باشه. همین را از یاد کنی. انشالله همین را که خواندی همون کافری که در بین دو چشمش نوشته شده است برات پیدا میشه، میفهمی که چی کس است. زیرا در روایات اومده است این دجال ملعون از اعرابی میآید یا نزد یک مسلمان میآید، میگه که اگر من پدر و مادری تو را زنده کنم تو نعوذ بالله خدایی مرا تصدیق میکنی؟ بیچاره کمبغل میگه بله. گفتیم که دجال با ابلیس شرطنامه بسته است، نباشد شیطان ها خدمت آدم نمیکنن. و فرمان دجال 2 نفر از شیطان ها، 2 نفر افریت جن شکل و صورت پدر و مادری همون را میگیرن، نزدش میان به همون شکل صورت به همون آواز. بچه هم همه آدم خوبه، نعوذ بالله همون خدای میگفتن همیه در پیشش سجده کن. اگه تصور کنه که آدمی بی سواد باشه و جاهل باشه در رخصه در زمین میپرتویه و سجده میکنه.
باز میگم این مردم جاهیله که با یک لرزاندن قلب قدر گمراه شدیان که جماعت مسجد ترک کردیان، در خانه میشینن که ما دل لرزانی را یاد بگیریم. اگر ایو را پدر و مادرشون از زنده کنن در پیش بیارن چیکار میکرده باشن؟ این مردم جاهیله که یک فتنگر شیطان بالای قبر پدرش میروه میگه پدر در سقر پول بتیده ای سقر برارمش، و این جاهلی به سواد با سخن او را تصدیق میکنه. میبراره $500 میده، میخونه میگه که یا پوش ای سقر برآورده من که یا پای دیگه شول در سقر ای بته $500 دیگه او پوشم برارو. ببینه مسلمانای عصر 21 یک احمقی را که هیچ هنر نداره غیر لرزوندن دل، نعوذ بالله دلش هم میلرزونه. ای باشه یک جهود بود ملکه قلندر و تمام رگ پیوند شم جمون چی جای دل؟ اگه تصور کنه که او دجال ملعون بیایه و شیطانا را امر کنه به شکل پدر و مادرش خارج شوند، نزدش بیان نعوذ بالله ببینه پدر و مادرش به همه آوازی پدر و مادر طرفش بگه که همین خدا از نعوذ بالله سجده که 100 سجده بکنن اینا، خدا نگه بداره. انا همه حالت اگر کسی که 3 آیه اولی سوره کهف بخونه همون وقت خواند شوف کرد او شیطان همون شکل صورت اساسی شو را میگیرن، میفهمه که این همه حیله و نیرنگ است. خب حدیث دوام میتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت هر کسی که دریافتش 3 آیه ابتدایی اولی سوره کهف بخونه، بعدا گفت انه خارج خلتا بین الشام و العراق، دجال از راهی که بین شام و عراق است از همونجا خارج می شود، از همونجا ظاهر می شود، آشکار می شود. قشورش 70,000 نفر یهودی است از یهودی های اصفهان. بعدا با لشکر مسلمان ها جنگ میکندی بدبخت. دیگر زوری بیچاره امام مهدی به این نمیرسه، وضعشون بد میکنن. در بعضی روایات اومده است که در دمشق به محاصره شون میگیرن، در بعضی روایات دیگر اومده است که در شهر بیت المقدس مسلمان ها را محاصره میکندی بدبخت. قریب شکستن دروازه و داخل شدن دجال است. بسیار وضعیت ناگوار است. فعاث یمینا و عاث شمالا، طرف راست و طرف چپ همه طرف فسق فساد پهن میکنه، مردم به فساد دعوت میکنه. نعوذ بالله وقتی که آدم گمراه کرد میگه به خدای من اقرار کردی؟ میگه بله. پس میگه به مادر خودت هم خوابگی کن، به خواهر خودت هم خوابگی کن. آهسته آهسته فسق فساد در جامعه به حد زیاد میشود که انسان ها مثل خرها در قد کوچه به هم دیگر میرسن، دیگه نه شرم حیا و چیزی نمیمونه. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا عباد الله فثبتوا، ای بندگان خدا پس ثابت باشه، مستحکم باشه که همه فتنه به سرتون میآید. وقتی این سخن گفت حضرت نواس ابن سمعان میگه که سوالش کردیم یا رسول الله و ما لبثه فی الارض، گفتیم این خانه سوخته در روی زمین چند زندگی میکنه، مقدار ایستادنش در زمین چقدر است، اینقدر دهشت که باشه. حضرت گفت در جواب 40 یوما، 40 روز، 40 روز، یوم کسنه و یوم کشهر و یوم کجمعه و سایر ایامه که ایامکم. یک روزش برابر 1 سال است، یک روز دیگرش برابر 1 ماه است، روز سیومش برابر 1 هفته است، 37 روزی باقی ماندهش مثل نمی روزهای عادیتون. 1 سال و 1 ماه و خب 1 هفته و 37 روز دیگه. این چند هفته میشه؟ قصه کوتاه چند ماه هم بگه میشه. مقدار سکونتش در زمین نمی قدر است.
بعد حضرت نواس ابن سمعان میگه سوالش کردیم، ببینه همین قدر تشنه علم بدن اصحاب بزرگوار پیغمبر که حتی در همین حالت حضرت واقعای دهشتناک براش بیان کرده است، در فکر شریعت هستند. گفتن یا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا اتکفینا فیه صلاة یوم. گفتن ای پیغمبر خدا، همین روزی که درازیش برابر 1 سال است، همین 5 نماز بخونیم کفایه میکنه؟ در یک شبانه روز که 5 نماز ای، در همین روزی که برابر 1 سال است ما 5 نماز بخونیم کفایه میکنه؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت لا اقدر له قدره. گفت نه، تقسیمش کنی، یک 24 ساعت یک شبانه روز حساب کنی، هر 24 ساعت شو در همین 24 ساعت خیلی که طبق عادت شما نمازی بامداد میخوندید، نمازی پیشین و شام و عصر و خفتن میخوندید، در همون ساعت ها خوانید. از همین حکم دانسته میشود احوالی برادرای ما که امروز در مورمنسک هستند، در ارخانگلسک هستند، در جاهایی که مثلا شبهای سفید است، در خطبه ها زندگی میکنن، که احوال چی است؟ تلفن ما زیاد میکنن که دوملو بین شام و خفتن، مثال میگم بین خفتن بامداد 2 ساعت هیچ خیل کنیم. خیلی 2 ساعت باشه هیچی بکی نداره، 2 ساعت که باشه شما انشالله دریاب میکنه. خفتن در اولی وقتش بخونه، 1.5 ساعت پس شام در اولی وقتش بخونه، 1.5 ساعت پس خفتن بخونه. حالا شما وقت در میوبه. ملک سرزمین هایی هست که اصلا شب نمیشود، اصلا آفتاب غروب نمیکنه، یا غروب میکنه و مقداری 10-15 دقیقه. در جایی که یک نماز دریافته نمیشود، اینا مثلا بعد شام خفتن ناشیده بامداد میشود، خفتن ناشیده فرض کردیم بامداد میشود، بعد شام مثلا 1.5 ساعت پس یا که 2 ساعت 1.5 ساعت پس بامداد میشود. چیکار باید کنن؟ انمی 1.5 ساعت پس نماز خفتن بخونن، اگر چنده که صبح هم دمید است، بعد بامداد با میخونن. اما مملکت سرزمین هایی که همیشه روز است یا همیشه شب است، وقت دانسته نمیشود، ساعت تقسیم میکنی. مثلا به ملک نزدیکترینش میگیری، مثلا در سنت پتربورگ در ساعت 9:30 نماز شام خونده میشود، در ساعت 12:30 نماز خفتن، در ساعت 4 نماز بامداد. اگر مثلا یک برادر مو در جزیره های شپیتسبرگ هم باشه، در اونجا روزهای قطبی شروع شدیان، انا همین ساعت ها قطعی تقسیم کرده و نمازش خوندن میگیره. اگر چند روزه در ساعت 9:30 یعنی ساعت 21:30 شام میخونه، در ساعت 12:30 خفتن میخونه، در ساعت 4 صبح بامدادش میخونه. حکم همی است. از کجا دانستیم؟ از حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است، از رسول الله ایرا دانستیم. خوب دوام میتیم. بعدم پیامبر صلی الله علیه و سلم فتنه دجال برای اصحاب بزرگوار و در شخصیت ایشان از برای تمام ما و شما امتش بیان کرد. حضرت گفت فیأتی دجال علی القوم، این دجال ملعون پیش یک قوم می آید، فیدعوهم فیؤمنون به و یستجیبون له، دعوت شما میکنه که بیای شما نعوذ بالله خداگی مرا قبول کنه. این خانه سوخته ها وقتی که هم پدر و مادرشون زنده میکند ایمان میارن به او و دعوت چه اجابت میکنن. در جامعه آدمایی هستند چی جای پدر و مادر اگر $100 در کیسه‌شون لغت کنن در ایمانشون هم میفروشن. امروز متاسفانه بعضی برادرای ما مردم همین سرزمین تاجیکا و ازبکا نصرانی شیعه. برای چی؟ برای که شیر قاقشو میدادیم، کمتر روغنشو میدادیم، ممکن یکم $20-50 دیگه شو بتن. ببینه برای پول و برای دنیا شده دین و ایمان خودشون فروختیم. همین خیلی قومو در زمان دجال زیاد میشوند. در رو بعد دجال ملعونه که زمین امر میکنه خزینات خارج کن،
تمام طلا و نقرش میبروید، از قفاش میروند که جای بروا، مثل که نمی سیله زنبورها میروند، زنبورهای اصل انمو خیلی از قفاش میروند. اگر یک مشه یک هسته بتا ای به سعودتو داره ایمانشون ایواز میکنن. وقتی که ایمان آوردن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فیأمر السماء فتمطر والارض فتنبت. این دجال ملعون امر میکنه به آسمان که ای آسمان ببار، باران میشه. زمین میگه ای زمین حاصل برار، حاصل ای زمین نیش میزنه میبرویه، همه سبززار میشه. مردم دیدستیم فتنه را ببینه بزرگش در کجای. فتروح علیهم صارحتهم اطول ما كانت ذرا و اسبغه ذروعا و امده خواسر. بیگه روز حیواناشو وقت خانه می آیند کوهان شتراشو، کوهان شترا می دونین آخی پشتش به نهایت بلند شده ای فر بگیره، سینه ها کشال پریشیر، شکمو دویدگی، از فر بگیره شکماشو دمیدگی قریب در زمین میرسه. هم میگن روحی حق همو یفتیم ده. ثم یأتی القوم فیدعوهم فیردون علیه قوله. پیش یک قوم دیگر میآید، قومای مؤمن بدیان خدا را به خاطر مال و ثروت دنیا عبادت نمیکردیان، اینا را دعوت میکنه که بیای شما لشکری ما شید، شما هم در شیک ما داخل شوید. اما اینا قول شرط میکنن که گمشه تو اعوری کذاب هستی، ما تو را قبول نداریم. فینصرف عنهم فیصبحون ممحلین لیس بایدیهم شیء من اموالهم. وقتی که گپش نمیگیرن ترکشو میکنه، تمام مالاشون سیل ببره، مالا را گرگا میخورن. بیگاه روز میشه یگان مال به خونه بر نمیگرده، قحطی و خشکسالی در مملکت شو میشه. خدای تعالی ببینه که چی نوع امتحان میکنه بنده ها را. کسی که قبولش نکرد ببینه با استدراج این دجال ملعون احوالش اینه میخیل تنگ میکنه در دنیا. و یمر بالخریبه فیقول لها اخرجی کنوزکی. وقتی که از پیش یک خرابزار میگذره، از جایی که آبادی نیست، خانه نیست، از بیابان، میگه ای بیابان هر چیزی که در سینه داری خارج کن، طلا، نقره، سنگهای قیمت بها، بریلیانت، الماس و نمیدونم فیروزه و زبرجد ها تا خارج کن. فتتبعه کنوزها کیعاصب نحل. تمام همون چیزا میگه از زمین خارج میشوند و از قفای دجال حرکت کرده میآیند مثل سیله زنبورها. یعاصب از یعصوب گرفته شده است. بعضی شارح‌ها میگن که این یعصوبش همون ملیک زنبورهای اصل میشوه، پادشاهشو ملیکه بگیم درسته رای. ملیکه زنبورها را میدونین اخیا متکه میگن که جایی که بپره همه زنبورها از صفاش میروند. اما بعضی دیگر از شارح‌ها گفتن نه، یعاصب جمع یعصوب است، یعنی که زنبورهای اصلی نر، همون کاریو اویش که کار میکنن همه از قفا مثل همون زنبورها یک جا میروند، از قفاش و همون خیل تمام خزینه و دفینه، تمام ثروت زیر زمینی از قفای دجال میروه. با آدمایی که گوشش میکنن، اطاعتش میکنن، از خزینه و دفینه عطا میکند. شخصایی را که سرکشی میکنن نیست نابودشو میکنه و با استدراج با قحطی ها مبتلاشو میگردونه. از این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بود فتنه دجال یکی از بزرگترین فتنه هاست. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف. بعد یک جوانی بوز بالای بردم خشرو را پیشش صدا میکنه و شمشیر را میگیره، با شمشیر میزنش، دو حصه تقسیمش میکنه.
فیقطعه جزلتین، به دو قسم تقسیم ای. رمیت الغرض، مثل که تیر از همدیگر دور میغلطه، انا مخیل یک قسمی بدنش این طرف ده میغلطه، یک قسمی بدنش در این طرف. بعد مردم در مراجعت میکنه که من همین اگر زنده کنم شما ایمان میاره؟ او کسایی که ضعیف ایمان هستند میگن بله. ثم یدعوه فیقبل یتحلل وجهه یضحک، بعد صداش میکنه که بیا پیشم، هر دو طرفش میان جمع میشوند به هم دیگر، خندیده خندیده به وقتی خوش چوق نزد دجال حاضر میشود. شاید کسی سوال کنه که آخه این دشمن خدا است، زنده گرداندن مرده ها این عمل پیغمبرای خدا هستند، این پدرسک کی است که خدای تعالی براش این عمل داده است؟ در جواب میگیم این استدراج میگن بچه ها. خدای تعالی در قرآنش بیان کرده است سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، با استدراج میگیریم این طایفه ها را به حیثی که خچون نمیدونن، خچون به خبر میمونن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اذا رأیت الله یعطی العبد من الدنیا ما یحب علی معاصیه فانما هو استدراج. اگر مبادا دیدید که خدای تعالی به یکی از بندگانش در عوض گناه ها، در عوض معصیت ها مال و ملک دنیا را به غرض میته، به دریغ میته، شما غره نشوه، این استدراج است. خدای تعالی و ابله در دام میگیره تا اینکه انا مخیل به هم مستی به بیخبری از دنیا رفته و فردا روز قیامت دیگه یگون حجه در دستش نمونه. این استدراج است. همو برادرایی که خدای تعالی مال و ثروت شو داده است، روزافزون زیاد میشه مال و ثروت، در صورتی که نماز خدا را نمیخوانند، از عبادت خدا دور هستند، زکات اموالشون نمیپردازند. نعوذ بالله بعضی کافرتینتایی هستند که میگن ما را حرام میبرداره. خیلی شما شنیدید همواره تحذیر خداوند پیغمبر براشو میتم، هشتانه در سر تو بگیره بچه. یک روز به همین مال و ثروت به خواندن نماز، به پرداختن زکات منبره میره دیگه، یگان حجت دلیل در پیش خدا نداری. هشتانه در سر تو بگیره. این استدراج است. حضرت مولوی روم قصه میکنه در مثنوی شریف، آنیا که میگفت در عهد شعیب که خدا از من بس دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرم ها و از کرم نگرفت از جرمم اله. در زمان شعیب علیه السلام یک به سعادت ادعا میکنه، میگه من هر قدر که حرام میکنم هم مالم زیاد میشوه. خدای تعالی هر قدر که عیب و گناه ما زیاد میبینه همون قدر در ثروتم افزایش میده. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله، چند چندت گیرم تو بیخبر در سلاسل مانده پا تا بسر. خدای تعالی به شعیب علیه السلام وحی فرستاد که به این احمق بگو که آیسته آیسته گرفته است مت خبر نداری. به این بسعادتی که میآیم میبینه بنده های خدا در هوای گرم در داخل مسجد ششتیان در آب و عرق گم، میگه یارا چی زور اومده باشه، چی در چو رسیده است که در او گرمی در اومدیان در مسجد ششتیان، در صورتی که در ساحلا و در لب دریای ورزاب خلال استراحتگاه ها زیاد است. انامو طایفه را خبر که میگه چند چندت گیرم تو بخبر در سلاسل مانده پا تا بسر، زنگی تو بر توست ای دیگ سیاه کرد سیمای درونت را تباه. دلت زنگ زده است خبر نداری. وقتی مسلمان یک گناه کرد در قلبش یک سیاهی پیدا می شود. اگر به شرط توبه و استغفار کرد، اگر به شرط خدای تعالی توبهش پذیرفت، عبادت خدا را کرد، به امر خدا همون نقطه سیاه زدوده می شود،
پاک کرده می شود. اما اگر با بالای گناه یک گناه دیگه زم کرد، در پهلوی او سیاهی از سیاهی دیگه پیدا می شود. همین تمام دل سیاه می شود، تمام دل زنگار می بندد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خداوند گفت ای حبیبی من، دست از اینا بردار، اینا اصلاح نمی شوند، بلکه زنگار بسته است قلبای اینا به سبب گناهایی که پی در پی انجام میدادند. زنگ تو بر توست ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد ز اسرارها. دیگه هم که زنگار بسته از دل که دیگه حقیقت نمیبینی، گپ حق در او اثر نمیکنه. گپ حق گفتیم میگه که منتهی دوگمت نعوذ بالله یا اساطیرات نمونه. پس این عملهای خارق العاده ای که از دجال و از دجال ها سر میزند، همه این استدراج است و خدای تعالی به همین وسیله و واسطه در دام این بدگهرها را گرفتار میکند. فبینما هو كذلك اذ بعث الله المسیح ابن مریم. در همین حالت مستی و غرور بود مسلمانای بیچاره را احاطه کرده بود در شهر دمشق و در روایت در بیت المقدس، که در همین لحظه خدای تعالی حضرت عیسی مسیح به زمین فرستاد. ساعت نزول حضرت عیسی مسیح سر زد. فینزل عند المناره البیضاء شرقی دمشق. میگه حضرت در نزد مناره سفید که از قسمت شرقی دمشق است در همونجا فرود آورده شد. واضعا کفیه علی اجنحه ملکین. یک دستش در بالای قنات یک ملائکه، یک دست دیگرش در بالای قنات دیگر ملائکه. خدای تعالی با یک شرف، با یک شکوه پیغمبری بزرگوار خودش به زمین فرستاد. باقی موندهش هم فارسی قطعه بگیم که وقت کمه. حضرت عیسی میگه آمد به یک صورت بسیار زیبا و خوشرو. عرق میکرد، میگه از رخسارش عرق ها مثل لؤلؤ به این جاری میشدن. لا یحل لکافر یجید ریح نفسه الا مات. نفسش به هر کافری که میرسید همون لحظه او به ادا میشد میمرد. نفس حضرت عیسی در این ساعت از بمب اتمی دیده خرابی آورتر بود برای کفار. برای مؤمنان شفا، اما برای کفار عذاب، مرگ، هلاکت. و نفسه ینتهی حیث ینتهی طرفه. هر کجایی که چشمش میرسید نفسش در اونجا میرسید. این نوری چشم دیده چقدر تیز است. به هر کجایی که چشمش میرسید نفسش اونجا میرسید. کافر در اونجا خراب و تراب میکرد. در روایات اومد است حضرت عیسی فرمود وقتی نماز بامداد بود، ابن ماجه روایت میکند، امام که پیش گذشته است نه نماز بامداد امامت میکنه که حضرت عیسی اومد. گفتن عیسی علیه السلام اومد. امام محمد است، امام مهدی. قفا گشت، حضرت عیسی را پیشنهاد کرد که پیش بگذر، اما قدر میگه قهقرن قفا اومد، پشتناکی. و حضرت گفت که مرحمت پیش بگذر. اما حضرت عیسی گفت این اذان برای تو دادم، پیش بدرو نمازی مردم بخون. خاکساری حضرت ببینه. حضرت عیسی به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم آمده بود. و بعد خواندن نماز گفت اگه دروازه را باز کنه. دروازه را باز کردن 70,000 یهودی با شمشیرها و این شمشیر در لفظ حدیث ها اومده است، یعنی با اسلحه. شاید او زمان این لعنتی ها پوشکوهای لازر نمی اختراع میکنن، ولی من نمیدونم با چه اختراع میشود. با تمام سلاح و اسلحه آماده ایستادگان. حضرت عیسی پیدا شد. وقتی که عیسی را دید
دجال ملعون مثل نمکی که در آب می شود، همون خیلی دیگه ادا شدن گرفت، قواش زایل شدن گرفت، بعد دم خوده کرده گریخت. 70,000 یهودی را حضرت عیسی همش به خاک و به آب مبادل گردون و از قفای کافر ملعون حرکت کرد. آمد یک موضعی است به نام باب لود، در حدیث اومده است. این لود نام موضع است. امروز ایرپورت بین المللی اسرائیل است به نام بنگوریون. انما ایرپورت بین المللی اسرائیل در همون باب لود است. در همین موضع خیلی ایرپورت هم جای استراتژیکیه، جای بسیار مهم است. در همون ایرپورت این لعنتی شاید میخواست در یگان استریبیتل سوار شود بگریزه، اما حضرت عیسی در همیشه دریافتش قتلش کرد و به همین فتنه دجال به آخر رسید. اما بندگان خدا را فتنه های از این بیشتر و زیادتر منتظر بدن. فتنه یعجوج و معجوج از بعدی می آید، فتنه پنجیدن کفر می آید، بعد قیامت. اما موضوع ما از بس که دجال بود، ما کوشش کردیم که در همین 1 ساعت صحبت مونه تا آخر برسونیم. اگر چنده به خاطر به آخر رساندن صحبت لازم آمد که بعضی جاها را قطع کنیم، بعضی جاها را اختصار کنیم. فقط من خواستم که در همین ساعت صحبت مو به اتمام برسه و با یگان پوره دیگرش به هفته دیگر باقی نمونه. در آخر دعا میکنیم، دعایی را که حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیشوای مؤمنان و متقیان برای ما و شما تعلیم داده است. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحياء والممات، اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. پروردگارا اگر ساعت آمدن دجال باشد، ایمانمون بازم ثابت‌تر و استوارتر گردان. خدایا خداوند و مسلمانان را عقل فراست بده که همیشه آماده آمدن دجال باشند و با تمام اسلحه، با تمام آمادگی، خاصتا آمادگی ایمانی، آمدن اون ملعون اعور کذاب منتظر باشند. و پروردگار مساعدت فرما که این امر به معروف و نهی از منکر باعث سببگار آن گردد که ما مسلمانان که بدن چی بدن دجال درک کنیم، که بدن چی بدن رسالت خیش را در این دنیا درک کنیم. و این افتخار ما و شماست الحمدلله که اعور کذاب به دست امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست نابود میگردد. در مقابل دجال ملعون امت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم قائم ایستد. پس پروردگار از مسلمانای واقعی مگردان، از مسلمانای جغرافیایی نه که با یک دعوت دجال نعوذ بالله راهی صراط المستقیم ترک کرده و چنگ بر راههای منحریف، راههای شیطانی زنیم. پس پروردگارا فرزندامون، طفلکامون از شر و وساوس دجال و دجال ها در پناه امنت محفوظ دار. خدایا خداوند و ممالک اسلامی را نگه دار تا اینکه مکر دست